آره واقعا تو قطعی روغن یه صندوق عقب و صندلی عقب روغن داره میبینه. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از منویات حضرت آقا گروهی جهادی رو تشکیل دادیم با کمک خیرین محترم شهرمون که همیشه پای کار بودن در هیئات در اقشار مختلف که حقیر رو مورد لطف خودشون و اعتماد خودشون قرار میدادن. بسته های مختلفی در ایام کرونا و بعد از اون جمع آوری شد و الحمدلله سعی کردیم امانتدار مردم و بانیان خیر باشیم و اونها رو به دستش برسونیم و البته که تصاویرشون هم هست و محفوظ. امروز هم کار خاصی اتفاق نیفتاد، نه احتکار خاصی بود. الحمدلله کم کم مشکل روغن کشورمون داره حل میشه و همچنین خدمت شما عرض کنم اگر ما قصد احتکار داشتیم با یک پراید، اونم در روز روشن، اونم در مقابل چشم همه، اونم با لباس مقدس روحانیت کار رو نمی کردیم، میذاشتیم یک ساعت خلوت، اونم مثلا تاریکی شب، اونم با ماشین های بزرگ، اونم نه در کوچه و خیابان این کارها رو انجام میدادیم. اما مثل همیشه بدون هیچ منتی و با افتخار این کار رو انجام میدیم و خدمت شما عرض کنیم سعی میکنیم مجدد امانتدار باشیم و اونها رو به اهلش برسونیم. برای ما این کلیپ ها و این اهانت ها گاهن حتی شاید شیرین هم باشه در مسیر امام زمان و خدمت رسانی به محبین امام زمان و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام. سعی میکنیم انشالله خسته نشیم. دم همتون گرم. یا علی. ماه هر سال وقت میذارم برای این مجموعه تحقیقات برای شناسایی فقرای آبرومند شیعه امیرالمومنین علیه السلام.